فتاح یه ابرموشک ایرانیه. ویژگی منحصر به فرد این موشک پرواز در محدوده سرعت هایپرسونیک، یعنی بیش از 5 ماخه که رهگیری اون رو برای سامانه‌های ضد بالستیک دشوار میکنه. از طرفی مسیر کلاهک عامدانه جوری تنظیم میشه که در نزدیکی زمین و ارتفاع کمتر از 150 کیلومتری پرواز کنه، چیزی که اصطلاحاً بهش تراژکتوری فشرده میگیم. با توجه به گردی زمین، تراژکتوری فشرده و پرواز در ارتفاع کم باعث میشه تا زمان کشف موشک در رادار دشمن به حداقل برسه. یعنی هیچ هدفی در شعاع 1400 کیلومتری نمیتونه قصر در بره. راز اصلی فتاح استفاده از یک موتور کروی در کلاهک که بعد از جدایش کلاهک از بدنه در فضا فعال میشه. این موتور مینیاتوری با فعالیت خود همواره سرعت موشک رو افزایش میده و بعد از ورود مجدد به جو از کاهش سرعت در اثر مقاومت هوا جلوگیری میکنه.